نمیخواستم برم، رفتم. نمیخواستم برم، رفتم. قفس ساختی که در رفتم. دارم میمیرم از عشقت، من از عشق تو سر رفتم. نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم. نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. نفهمیدم. کارنامه از شبکه امید ایران، چهارشنبه ها 6 تا 7. مسعود امینی، کارنامه، شبکه امید ایران. نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. شربت خانوم، شکر خانوم، عسل خانوم، غزل خانوم، جعبه توت تر خانوم. از هر کی هر جو خوشگل خوب تر و ماه تر خانوم، تر گل خانوم، بر گل خانوم. بهت میگم من رو سکه کوکی میخواد، زن نمیخواد، باغ پر از بهار و گل بیدار مثل من نمیخواد، زن نمیخواد، زن نمیخواد. بهت میگم من رو سکه کوکی میخواد، زن نمیخواد، باغ پر از بهار و گل بیدار مثل من نمیخواد، زن نمیخواد، زن نمیخواد. کنیزک حلقه به گوش بخر و بخور بشور و بپوش، اگر میخوای کفن باید بندازی روش. کنیزک حلقه به گوش بخر و بخور بشور و بپوش، اگر میخوای کفن باید بندازی روش. بهت میگم به من نگوی قرص ماه تو شمع پیچیده است، لالم با سیز قد کشیده رسیده است. بهت میگم به من نگوی قرص ماه تو شمع پیچیده است، لالم با سیز قد کشیده رسیده است. گلابی غم سر میمونه ازش که گل چکیده است. یه شب که مست بود اینا رو گفته، گفته خودش به خاطر کشتن من از خونه را میفته. بهت میگم فصل عروسک پای کوکی مرده، خسته شده از بس که از دست تو سیدی خورده. بهت میگم فصل عروسک پای کوکی مرده، خسته شده از بس که از دست تو سیدی خورده. بهت میگم به من نگو، بهت میگم به من نگو، بهت میگم به من نگو. شربت خانوم، شکر خانوم، عسل خانوم، غزل خانوم، جعبه توت تر خانوم. از هر کی هر جو خوشگل خوب تر و ماه تر خانوم، تر گل خانوم، بر گل خانوم. بهت میگم به من نگو، 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 نگو. سلام مرا به غرورت برسان و به او بگو
بهای قامت بلندت تنهایی. درود و سلام خداوند به هموطنان عزیز و ارجمندم. این روزها و این لحظات اتفاقاتی پیرامون ما روی میره که نمیدونی به کدومش بپردازی که فکر میکنی ممکنه مهمتر باشه، برای اینکه همش به هم ربط داره. ما هر کدوم تو این قربت هر کس به یه دلیلی، به یه قصدی، به یه هدفی جلو دوربین نشسته. هر کس به دنبال تأمین یک منافعی است و بیشتر از همه تأمین منافع خود آدم برای زندگی کردن و همین این باعث شده که چنین جو و شرایطی رو بسازه برای ما. حالا بین اتفاقاتی که میفته، مسائل سیاسی، گفتگوهای هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای، موضوع سوریه و گفتگوهایی که اینجا و اونجا بر سر منافع ملی من و شما روی میده و من و شما ازش بیخبریم و نمیگذارن من و شما متوجه بشیم. وقتی شما نمیدونی بر سر منافع شما، بر سر آینده شما، بر سر تاریخ شما، بر سر کشور شما این دیگه دارن معامله میکنن. حالا شما اینجا وایسای داد بزنه، فوش بده، هی نمیدونم اون یکی فکر کنه حالا که جلو دوربینه الان دیگه چگوارای جهانه، اون یکی فکر بکنه همه جهان نشستن تو آفتاب منتظرن برنامه این آدم شروع بشه، بشینن گوش کنن. آقا اینجوری ها نیست. این همه تا الان کردین، هیچ اتفاقی نتونستین بندازین. از حالا به بعدم با این راه کج هیچ اتفاقی نمیتونین بندازین، چون مسائل ملی ما وجه المصالحه تأمین منافع شخصی آدم ها شده. یعنی حتی دیگه جنگای تن به تن تلویزیونی، جنگای تن به تن، هر کدوم های اینا یعنی میتونه شما ها رو بشونه پای تلویزیون. اصل موضوع که بر سر منافع دارن اونجا چونه میزنن و دارن امضا میکنن و میدن و میگیرن، شما اصلا ازش خبر ندارین، نمیتونن بدونی. این یه بخششه. یه بخشش هم برای نگهداری این تلویزیون ها باید که سرپا بمونن تا بتونن اونا به نقششون برسن و به هدفشون برسن. از این بابت با تبلیغات و آدم هایی که از اینجا و اونجای جهان را افتادن به لس آنجلس، به خصوص از دبی و با اهداف اقتصادی اومدن یه کاری کردن که اینی که شده الان هست. یعنی من فکر کردم بین تمام این موضوعات من بپردازم به این چیزهایی که ربط داره به ما، به هنرمندا، به جامعه هنری و مسائل سیاسی در ارتباط به جامعه هنری. جای دیگه هم هزاران داستان و قصه و اینجا و اونجا هست که میشنوید. باری این هفته‌ای که گذشت علاوه بر مسائل گوناگونی که هر کدومش مهم بود، یکی از چیزایی که خیلی مهمه، اساسه به نظر من موضوع کار امشب من هست، اینی که اتفاقی که سعید راد در جشن سینمایی فجر با 2 کلام حرف کاری کرد که امروز حسین شریعت مداری، یعنی کیهان سخنگوی یه حکومت با جهان، کاری کردن با سعید راد که امروز حتی نوشت سعید راد نونوایی، شاتر نونوایی بود و در اونجا داشت بدبختی میکشید. آره اومده اینجا کسی که با خودش یک زنی رو از اینجا برده بیرون، یک زن بدکاره و بدنامی رو که از اینجا برده بیرون و اینم یکی از جرماشه و اون زن همسر سعید راده، همسر ایشون بوده، نوشافرین عزیز ماست، دوست ماست. اینجا اصلا دیگه مهم نیست کی با کی چی داره. این وظیفه شما هنرمندانه، این وظیفه همه شما هنرمندانی که به خصوص در لس آنجلس هستید و امکانات این دارین، این امکانات دارین که صداتون رو رسا کنین. اول وظیفه همه شماها هنرمندای، خانم‌های هنرمندی که باید هر جوری هست در مقابل این اتفاقات بایستیم. حالا از یه جایی باید شروع کنیم.
اون سندیکا و اینا به جز اهداف اقتصادی و اینا هدف اصلیش باید هدف ملی و سیاسی باشه. یعنی الان سعید راد یک چیزی گفته از بهروز وثوقی عزیزمون یاد کرده و از فردین عزیزمون یاد کرده محترمانه. من اونو گوش کردم، نوشتارم خوندم، همه رو نگاه کردم، چون از اولش داشتم میدیدم. آفرین 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 به سعید راد، حتی اگر غیر عمد، یعنی براش برنامه نداشته بوده که بیشترم همینجوری بود، چون سعید آدم محافظه کاری از این ریسکان بر نمیداره. به خاطر این تمام مدتی هم که بیرون از ایران بود حتی با یکی یه مصاحبه هم نکرد. یه عکسم گاهی از اینجا و اونجا یه عکس ازش چاپ میشد تو مجله جوانان، اونم به دلیل این بود که خب یه سری روابط خانوادگی بود و کشیده بود به نشریه، چون اون طرف قضیه نوش آفرینه، این طرف قضیه هم سعید راد. سعید راد در جشن سینمایی فجر یاد میکنه و انسانی و احساسی خاص. اولم گفتش که دولت تدبیر امید اومده، یعنی در واقع حالا دیگه قراره که با اومدن آقای حسن روحانی خب حرف بزنیم دیگه. حالا نمیشه احمدی نژاد که نمیشد. قبلم که آقای خاتمی اومد که دیدین چیکار کردن و چه اتفاقی افتاد. خودشم گفت من یه آبدارچی هستم، من یه تبرکچی هستم. یعنی تکلیف کار تا اینجاها معلوم بود، تا این لحظاتی که الان پیش آمده. سعید راد با این اسم بردن مجبورش کردن که معذرت خواهی بکنه که من کار احساسی کردم. حالا باز دوباره از این فراتر پاشونو گذاشتن روی خرخره سعید راد که بقیه خفشن، بدونن حرف کسی نباید بزنه و بدونن که هنرمندانی که خارج از ایران به ایران میان و میرن اینجوری ها نیست که اینا فکر میکنن. یعنی هر کی بیاد سرکار دیگه فرق نمیکنه. برخورد جمهوری اسلامی با ما اینه. الان که در میرفتم بیرون هوشنگ توزیع رو دیدم، چون قبل از من برنامه داشت. چند لحظه ازش خواهش کردم که بیا در این شرایط بشینیم جلوی دوربین و دفاع کنیم از آزادی بیان هنری. یعنی هنرمندی که نتونه حرف بزنه خب چجوری میتونه فکر کنه بنویسه؟ اونی که میخواد خلق کنه بنویسه باید یه چیزی رو بگه دیگه. خودش که نمیتونه حرف بزنه، نوشتهش هم که حتما نمیتونه حرف بزنه دیگه، طبیعیه دیگه. پس کی باید حرف زد؟ این وظیفه بزرگان این کاره، کسایی که اعتبار دارن، مثل آقای سیاد، مثل آقای کاردان، مثل این بچه هایی که هستند. ممکنه من اسم کسی این برابر بگم و موضوعی پیش بیاد. به خاطر اینا که همه شما میدونین کی با کی خوبه، کی با کی بده، کی گنده است، کی کوچیکه، کی بقیه رو قبول داره نداره، اینا رو ول کنین. مهم اینه که جمهوری اسلامی هیچ کدوممون دم قبول نداره. یعنی فاتحه مت صلوات میخواد قیچی کنه، اینو حذف و دفع بکنه. اینجا وظیفه ماست بیاییم همه با هم دیگه تلاش کنیم یه توماری رو با حضور این بزرگترهای سینما در دفاع از آزادی بیان در سینما و هنر پیشه و هنرمند در داخل میهنمون. یعنی ما فقط با این طرفیم، با جهان که کاری ما نداریم که. بیایم این بازی رو به هم بزنیم. این بازی که هر دقیقه 100 تا موضوع توشه. من 10 موضوع نوشتم که در ارتباط حرف بزنم، نمیدونم به کدومش بپردازم. به کنسرت هایی که گذاشته میشه، کی پشت این کنسرت هاست؟ مردم چی میشه؟ یه کاری کردن که دیگه اگه 2 تا برنامه میخواننده های اون یکی ها میتونستن برن، دیگه اونام نمیتونن. 2 تا برنامه میتونستن بذارن، اونم دیگه